خب بچه ها ببینید توی یوتیوب به ازای هر 1000 ویو به شما $18 پول میدن. توی تیک تاک به ازای هر 1,000,000 ویو به شما بین 20 تا $40 پول میدن. ویدیوهای تیک تاک خب شورته، 1 دقیقه‌ایه و رسیدن به 1,000,000 ویو توی تیک تاک خیلی کار ساده‌ایه. توی یوتیوب هم رسیدن به 1000 ویو برای ویدیوهای لانگ بالای 10 دقیقه بازم خیلی راحته. اگه کانزیستنسی داشته باشید، ادامه بدید، خلاق باشید. یه وبسایتی هست به اسم رانوی که کارش تولید عکس و تبدیل عکس به فیلم و غیره هستش. اینجا این runway.watch رو شما بزنید. قبلش من یه خواهشی که ازتون دارم اینه که این ویدیو رو لایکش کنید، شیرش کنید، کامنت بذارید، بعد سیوش هم کنید، پیج منو فالو کنید. به خاطر اینکه بچه‌ها ببینید الان هیچ کس رقیب هیچ کس نیست و تو دنیایی که ما هستیم هممون میتونیم با همدیگه به یک آزادی مالی برسیم. اینو لطفا شیرش کنید، حتی اگه دوستش ندارید، حتی اگه به کارتون نمیاد، شما لایکش کنید یا شیرش کنید، بذارید به دست اونی که باید برسه. اینجوری من خیلی خوشحال میشم برای اینکه ببینم آدما تو ایران میخوام به همدیگه کمک کنن. اینجا یه سری ویدیو هست که همه اینا یا با هوش مصنوعی تولید شده یا با ترکیب هوش مصنوعی و حالا استودیو و غیره. ببینید این ویدیو رو شما میتونید برید بشینید دونه به دونه شون رو ببینید و ازشون آیدیا بگیرید که چه کارهایی میشه با هوش مصنوعی کرد و چه ویدیوهایی میشه ساخت. مثلا یه نمونه رو من الان خودم پلی کنم. همین یه نمونه که به نظر میرسه یکی از تاپ هاست. So you're telling me you don't believe it? این یه سری عکسن Let's just go over the facts. که جنریت شدن و بعدش اینا رو تبدیل به انیمیت کرده. A curator claims to have heard creepy voices echoing through the halls. And we've all seen black smoke. یا بریم یه نمونه دیگه ببینیم. مثلا این یکی که خیلی جالبه، من خودم همیشه این تیپ ویدیوها رو میبینم. این تیپ ویدیوها اینجوریه که صدای سوختن چوب یه صدای آرامش بخشیه، برای مدیتیشن و اینا خیلی خوبه. این اومده با هوش مصنوعی این ویدیو رو درست کرده و با ساند افکت هوش مصنوعی هم اومده این صدا رو گذاشته و یه ویدیو 5 دقیقه‌ای درست کرده و اینو تو یوتیوب گذاشته که ملت هم میرن تماشا میکنن. من خودم وقتی مدیتیشن میکنم معمولا این ویدیوها رو میذارم و اگه یه ویدیویی باشه 1 ساعت همینجوری سوختن چوب باشه، این ساند افکت رو من دوست دارم و نگاش و اینو گوش میدم. یه ویدیو دیگه هستن شما میتونید برید، من واقعا بهتون توصیه میکنم که این تیپ ویدیو رو برید ببینید، آیدیا ازشون بگیرید که چه کارهایی میشه کرد. Let me take you back to the fateful day when a blazing meteorite streaked across the sky and crashed into our planet. At first, it seemed like a miraculous event, but little did we know that it would unleash a nightmare upon us. یه ویدیو هست این اوریجینال وایس، من خیلی اینو دوست دارم، خیلی خیلی قشنگ کار کرده، واقعا یکی از بی‌نظیرترین ویدیوهایی هستش که البته کامل توسط هوش مصنوعی ساخته نشده، ولی این آدم خیلی به نظر من کریتیو بوده، خیلی آدم خلاقی بوده و این ویدیویی که درست کرده خیلی ویدیو خفنیه. خودش نشسته در فرانت کامرا و بعد اومده حالا یه ویدیو درست کرده که این ویدیو به نظر من بی‌نظیره. یه سری asset این ویدیو رو برید ببینید. این یکی از خلاقانه ترین ویدیو هاست، اسمش اوریجینال وایسه و البته اینجا خودش هم گفته که یه سری عکس رو ما از هوش مصنوعی گرفتیم و بعد یه تیم خفن بودن، یه نفر نبوده، ولی سناریو و کارگردان و تولید و ویرایشش باز با همین آقای جردن رازنبلوم بوده
که به نظر من خیلی خیلی خفن بوده. این ویدیو رو برید بشینید کامل دونه به دونهشون ببینید، همشون رو واقعا وقت بذارید، شاید مثلا یه روز کامل وقتتون رو بگیره ولی خیلی بهتون آیدیا میده. مثلا این اومده یه جهان سایکدلیکی رو اومده تبدیل به ویدیو کرده. بچه اینجوری نیست که اینم I want to go home please، اینم یه ویدیو خیلی جالبه. بچه اینا اینجوری نیستن که شما یه سری عکس رو فقط بذاری پشت سر هم، مثلا یه موزیک بذاری بعد بگی خب دیگه الان من یه ویدیو ساختم. نه، واقعا باید یه آدم خلاقی باشی، سناریو بنویسی، این سناریو رو سعی کنی که این عکس‌ها رو دونه بدونه این سکانس‌ها رو بیای طراحی کنی، بعد بدی اینا رو حالا یا انیمیت کنی یا یه کارایی روشون انجام بدی، ادیت بکنی و بعد ساند افکت روشون بذاری، حتی نریتور روشون بذاری، روشون صحبت کنی خودت. خیلی کارا میشه انجام داد و دستتون بازه و این دنیایی هستش که بهش میگن که دنیای دموکراتیزه شدن تولید و شما واقعا دستتون بازه که خیلی چیزا رو با هزینه خیلی پایین و گاهن حتی رایگان تولید کنید. خب اما حالا چیکار کنیم؟ ما الان صحبت کردیم. ببین رانوی خودش پولیه، اگه شما بخواید عکس درست کنید، آدیو درست کنید، پولیه. میتونید پلناشو بخرید و استفاده کنید، ولی اینجا یه سورسی وجود داره توی گیت هاب، من این لینکش هستش اینجا، شما میتونید ببینید، توی دیسکریپشن هم من میذارم. اگه توی اینستاگرام میبینید کامنت کنید لینک، من لینک رو براتون تو دایرکت ارسال میکنم. گیت هاب کلا جایی که همه برنامه نویسا و کمپانیای بزرگ میان سورس برنامه هاشونو، سورس نرم افزارهاشونو، سورس در از کداشونو میان اینجا توی گیت هاب میذارن. خب و وقتی که میخواین حالا از گیت هاب استفاده کنید یه سری لایسنس داره، شما باید این لایسنس ها رو بلد باشین. مثلا GPL 3.0 یه لایسنسیه که کپی رایت نیست، بهش میگن کپی لفت، یعنی شما آزادی که هر جور که دلت بخواد از این سیستم استفاده کنی، از این سورس کد، و خروجیشو حتی میتونی ازش مانیتایز کنی، پول در بیاری، مشکلی وجود نداره، به شرط اینکه از خروجی تو هم بقیه بتونن استفاده کنن تحت لایسنس همین GPL 3.0. بچه این داکیومنت رو که میخونید یه مقداری به نظر سنگین میاد، اوکی، خیلی به نظر سنگین میاد و باید یه کارش ما بکنیم. مثلا اینجا داریم که میشه اینو روی ویندوز ران کرد و کلیک هیر تو دانلود میکنی، بهت 3 تا فایل میده. حالا این عکس اینجا لود نشده، وی پی ان من کار نمیکنه، ریلود کنم. آره وقتی روی کلیک هیر تو دانلود میزنی 2 تا فولدر بهت میده و یه فایل ran.bat که اگه روی این کلیک کنی باز دوباره یه سری دیتا ست رو دانلود میکنه، 3-4 گیگ هستن جمعاً، اینا رو دانلود میکنه و بعد میتونی یه کد پایتون رو روی سیستمت اجرا کنی. اگر گرافیکت انویدیاست، کارت گرافیکت اگر انویدیا باشه میتونی روی این کار کنی. خب اگر AMD باشه یا اصلا گرافیک نداشته باشه سیستم لپتاپت، نمیتونی ازش استفاده کنی. اگه مکبوک باشه نسخه های M، سری M خیلی خوب روش جوابه، روی لینوکس هم خوب جوابه قطعا. این تولزه اصلا چی بود؟ من اصلا در مورد تولزه توضیح ندادم. ببین این تولزه عکسای رئالیستیک ایجاد میکنه، همینجوری که از این توی این عکس میبینید، و با یه پرامپت خیلی ریز، اصلا نمیخواد پرامپت حرفه‌ای بدین و این فقط بهش گفته من میخوام یه فارست الف داشته باشم، یه الف که تو جنگل باشه و این عکسایی که کاملا رئالیستیکن رو اومده تولید کرده. خب من از بخش دانلود و اینها میگذرم، فعلا نیازی نیست، حالا توی ویدیو بعدی شاید در موردش توضیح بدم، چون سخت افزار یه مقدار گرونه، ممکنه همه گرافیک انویدیا نباشن. اینجا یه امکانی وجود داره، میتونید اینو توی کولاب که برای گوگله، اینو میتونید اونجا باز کنید. من روی این که کلیک کنید این اتوماتیک میره توی یک سایتی به اسم collab.research.google.com که این مربوط به گوگله و انگار که یک کامپیوتر به شما میدن، خب که گرافیک هم داره، فری جی پی یو، خیلی خوبه. این
تا زمانی که شما رایگان استفاده میکنید یه سری منابع داره بهتون اختصاص میده ولی محدوده. اگه صف زیاد باشه احتمالاً بهتون میگه خب الان اوکی نیستین، مثلا برید بعداً امتحان کنید. ولی اگه صف نباشه و خوش شانس باشید میتونید از منابعش استفاده کنید. اگه نسخه های پریمیومش هم بخرید دیگه خب میتونید خیلی راحت استفاده کنید. حالا ما فعلا کار نداریم، با همین نسخه رایگان کارمون را میفته. من روی این دکمه رانسل کلیک میکنم و اینجا یه پرامپتی به من میده، میگه که run anyway، شما اینو باید بزنید. الان اینجا میبینید برای من زده cannot connect to the GPU backend، یعنی الان جی پی نمیتونه اختصاص بده به خاطر اینکه خیلی درخواست خیلی بالاست و نمیتونیم این. اگه من بزنم connect without GPU این سورس چیز برای من کار نمیکنه. کل مزیت کلاب اینه که به همون GPU بده. خب بقیه سرویس های ابری اینجوری GPU نمیدن و الان نمیتونیم ازش استفاده کنیم. من کلاس رو میزنم یه نیم ساعت یک ساعت بعد میام روی این کار میکنم. قبلش حالا من این کد رو توضیح بدم. ببین یه کد پایتون دیگه میاد چیکار میکنه، میاد یه پایگیت رو، یه پکیج برای گیت هاب اینستال میکنه، این نصبش میکنه و بعد میره توی کانتنت توی یک فولدری و بعد میاد میگه این ریپوزیتوری رو، همون سورسی که بهتون نشون دادم، اینو برای من کلون کن توی این محیط کلاب و بعد برو و بعد بیا اینو برای من اجرا کن. خب اجراش میکنه و شما میتونید ازش استفاده کنید. فعلا که نمیشه، من یه بار دیگه ترای کنم شاید انجام شده باشه، شاید بهمون که نشد. فعلا من اینو استاپ میکنم بعد بهتون میگم. خب بچه ببینید الان این برای من ران شد و اوکی، من الان میتونم ازش استفاده کنم. ببین دوتا لینک بهم میده، یکی روی لوکال هاسته که ما کارش نداریم، یکی لینک پابلیکه. این لینک پابلیک رو هر کس هر جای دنیا الان بزنه همین الان میتونه از این چیزی که ما ساختیم استفاده کنه و این 72 ساعت اعتبار داره. البته اگه ریسورس به همون بده تو این 72 ساعت. یه سری تکنیک ها وجود داره که این به صورت رایگان و بشه خیلی بهتر ازش استفاده کرد که حالا اگه فرصت شد من آموزش میدم. خب اینو که ما باز میکنیم، من اینو بذار هایدش کنم، چرا اینجاست. یه همچین صفحه میبینیم که یه باکسیه، اینجا میتونیم پرامپتمون رو بنویسیم، اینجا میتونیم جنریت کنیم. اوکی، من قبلش این کوپایلوت هم باز میکنم. بچه این مایکروسافت کوپایلوت هم داشته باشید روی براوزر اج، خیلی قشنگ بچن، خیلی امکانات زیادی بهتون میده. مثلا شما اگر که این صفحه رو داشته باشید، خب یعنی یه صفحه کامله، بعد اینجا میگی که مثلا summarize this page. خب این چیکار میکنه؟ این همین پیجی که الان توش هستی رو میاد برات سامرایز میکنه، این کامل اکسس بهش داره و در موردش حرف میزنه و کلی میتونه ازش سوال بپرسی، بگی خب الان میخوام این اینستالش کنم، الان چیکار کنم. یعنی این میره خودش مقاله رو کامل مطالعه میکنه، بعد میاد جواب سوالاتو میده. حتی مثلا ببین اینجا خودش بهت هینت داده، گفته که یه سری مثلا چه پرامپتایی میتونی بهش بدی. مثلا بگی به جای اینکه شما سوالو از این صفحه نگاه کنه، بیاد بره وب رو نگاه کنه، وبسایت ها رو، گوگل رو نگاه کنه و جواب در بیاره. و تمام سوالاتی که میشه اینجا شما بهش بدی میاد تو این مقاله رو میخونه بعد جواب میده. نه فقط این مقاله، حتی یوتیوب اگه باز کنید میتونید بگید که این ویدیو رو بذار یه دونه نشون بدم. مثلا این پادکست جو راگان و سم آلتمنه، میگم که summarize this video. خب این ویدیو رو میاد، یعنی تو اون صفحه‌ای که من هستم میاد ویدیو رو میاد اینو پیدا میکنه و میاد این ویدیو رو برای ما سامرایز میکنه. و حتی میتونی از این ویدیو سوال بپرسی، میگی مثلا فرض کن ویدیو علمی، ویدیو آموزشی، هر چیزیه، بهش یه سوال میپرسی ازش، اون میره کانتنت ویدیو رو در میاره و جواب تو میده و اینجوری میاد. خیلی خیلی کمکتون میکنه کوپایلوت. اگه ازش استفاده کنید عالیه. و حالا بذاریم ویدیو این تکمیل بشه، ببین چه اتفاق جالبی تری میفته.
خب وقتی که میاد اینو سامرایز میکنه سری اطلاعات میده، بعد شما میتونید روی این هایلایتاش هم کلیک کنید، میره دقیقاً دقیقه 3 و 10 دقیقه. یا این یکی مثلا AI in governance دقیقه 9 میره دقیقه 9 رو براتون میاره و خیلی خیلی، حتی اگه این شما میبینید این خودش اصلا هایلایت نداره دیگه این ویدیوه، ولی این قشنگ در میاره و امکانات خیلی زیادی بهتون میده. من روزانه واقعا باش کار میکنم، شما هم عادت کنید باش کار کنید اگر بخواید این دنیای جدید باشید. از این کوپایلوت غافل نشید، از بروزر مایکروسافت اج غافل نشید. من خیلی وقت کروم استفاده نمی کنم چون کروم رم خیلی زیادی مصرف میکنه. این اج هم مبتنی بر کروم نوشته شده، از هسته کروم استفاده میکنه، یعنی از همون هسته استفاده میکنه که کروم داره استفاده میکنه، منتها این رمش خیلی کمتره، افیشنت تره. یه سری پلاگین داره اینا رو میشه اکتیو کرد، مثلا یه متن بهش بدی میوزیک برات جنریت کنه، مثلا بوک کردن هتل، خیلی چیزا. من اینجا بهش میگم که یه پرامپتی بهش میگم، خب میگم که draw hyper realistic Scandinavian girl model girl. خب میخوام برای من یه دونه دختر اسکاندیناوی به صورت هایپر رئالیستیک، بعد میگم که photographic tone and cinematic. خب فقط یه خورده اگه درست نوشته باشم، خیلی هم حالا مهم نیست، متوجه میشه با تکست کامپلیشنی که داره متوجه میشه. خب میگم آقا این عکسی هم که میخوای باشه فوتوگرافیک باشه و سینمایی باشه، هایپر رئالیستیک هم باشه، این کاملا واقعی باشه. خب و بعد این سابمیت که میزنم این متصل میشه به یکی از این پلاگینایی که داره و از موتور دال ای استفاده میکنه که برات عکس جنریت کنه. اوکی، حالا همزمان من همین پرامپت رو کپی میکنم، میخوام کامپر کنم دیگه. الان اینجا گفته I will try to create that، کارش نداره. خب اینو من روش کلیک اینجا کپی میکنم، منتها اینجا یه سری آپشن هم ما در اختیار داریم. این گزینه ادوانس رو که بزنم اینجا برای من یه سری آپشن میاره. ستینگ داریم، استایل داریم، مدل داریم و ما با این قسمت ستینگ و استایلش کار داریم. ستینگش ما میذاریم روی رئالیستیک. خب حالا شروع میکنه دانلود کردن یه سری انجینا، اگه نگاه کنید اینجا شروع میکنه دانلود کردن، 7% دانلود شده. بچه این الان انجین کامل دانلود شد. اینجا شما میتونید اسپکت ریشیو انتخاب کنید، بگید چه سایزی باشه، 1080 باشه، 1024 باشه، هر چیزی که شما بخواید میتونید داشته باشید. اینجا میتونید بگید با هر پرانت ما چند تا عکس جنریت کنه. من حالا میذارم 2 تا که خیلی وقتمون نگیره. اینجا یه قسمت داره نگاتیو پرامپت که بهت توضیح میده و میگه که وقتی که پرامپت شما جنریت میکنی میخواد و میدونه که ریزالت بهتری داره، اونو براتون در میاره. به خاطر همین وقتی که اینو کامپلیت میکنه، ریفیزش میکنه، این نگاتیو پرامپت ها رو نمیاره. مثلا نمیگه آقا بیگ نوز نمیخوام باشه، خب نمیخوام دماغش بزرگ باشه، نمیخوام حالت نقاشی داشته باشه، نمیخوام حالت 3D داشته باشه، واترمارک داشته باشه، سیگنیچر داشته باشه. خب همه اینا رو میاد میذاره توی نگاتیو پرامپت. و تو هم اگه یه چیزی بخوای مثلا بگی نمیخوام مثلا موهاش سیاه باشه، میگی بلک هر. وقتی اینجا بنویسی بلک هر، خب دیگه وقتی که مدلی که براتون جنریت میکنه دیگه موهاش سیاه نیستن. خب حالا حتی اگه شما بهش نگی موهاش چه رنگ باشن. میایم قسمت استایل. اینجا چیزیه که خیلی کارمون رو جلو میندازه و کارمون رو راحت میکنه. ببین اینجا ما فوتوگراف رو داریم و بعد انهانس رو داریم. به شما الان رو هر کدوم از این چیزا بزنی میبینی که چه مدل و چه استایلی وجود داره. الان این شارپه، این عکس گربه که آورده دقیقا این مدلی میاره. یا مثلا چه میدونم کامیک بوکو شما میبینید استایلشو، یا مثلا من بزنم فیوچرستیک، ببینم اینجوری. الان فیوچرستیک بایومکانیکال
مدلی که جنریت میکنه تو این استایله، یا این یکی به صورت سایبرپانک مدلی که جنریت میکنه تو این استایله. یا مثلا حتی سایکدلیک داره. خب ببین آرت استایل سایکدلیک مدلی که جنریت میکنه برای شما تو این استایل، تو این تمه. یا مثلا حتی